روی راحتی جلوی تلویزیون نشسته بودم و شبکه‌های بی‌محتوای صدا سیما رو بالا پایین می‌کردم. صدای بوق اومد که آقا تموم شد دیگه، ادامه نده. ولی من نه مهران مدیری و دورهمی دیدم، نه عادل فردوسی پور و نودی. خستگیات یه جا چند گل من. خاموشش کردم. گوشی رو برداشتم و برنامه‌ها رو بالا پایین می‌کردم. دیدم خیلی وقت دیگه ولت ندارم. چون هرچی جمع کرده بودم نقد کردم و قصه قوری کشیامو دادم. تو گالری هم که رفتم عکس آدمای زیادی رو داشتم که دیگه حتی اسمشون یادم نمیومد. با خودم فکر کردم خیلی چیزا هست که نبودنشون زندگی آدمو زیر و رو نمیکنه، ولی آدم واقعا دلتنگشون میشه. هوش و حواسم که سر جاش اومد گفتم یه سر به ردیت بزنم. طبق معمول زدم رو اسکردیت و داشتم همینطور سوالای مردم رو میخوندم که یکیش واقعا نظرم رو جلب کرد. عنوان سوال این بود: چه چیزی در دهه گذشته ناپدید شده و آرزو میکنید که کاش ناپدید نشده بود؟ داستان اول: یک بار پرداخت برای هر چیزی و استفاده از اون. واقعا مدل اشتراک‌های جدید و تمدیدی که توی دهه‌های جدید بسیار مد شده رو مخ و اعصاب خورد کنه. اشتراک یک ماهه برای نتفلیکس، پریمیوم تلگرام، تیکه آبی توییتر، سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف که دائم باید تمدیدشون کنی تا بتونی استفاده کنی. داستان دوم: دکمه‌ها و دستگیره‌های توی ماشین. شما 10 سال توی سر من فرو کردید که من نباید از تلفنم در حین رانندگی استفاده کنم. بعد یه LCD بزرگ لعنتی رو مستقیما جلوی دید راننده به هر ماشینی چسبوندید. دوست دارم فقط یه دکمه رو بزنم و کولر روشن شه. یه دستگیره رو بچرخونم و شیشه ماشین بیاد پایین. نه اینکه تو یه منوی لعنتی بالا پایین کنم تا بتونم گزینه مورد نظرم رو پیدا کنم. داستان سوم: وسایل و چیزهای آنالوگ داشتن. همه چیز بیش از حد دیجیتالی شده. من از یخچال فقط توقع یخچال بودن رو دارم. چرا باید با سیستم هوش مصنوعی یخچالم صحبت کنم؟ چرا باید یه LCD بزرگتر از تلویزیون خونم روی درب یخچالم باشه تا بدونم کدوم قسمت از یخچالم پر و کدوم خالیه؟ خب در یخچال رو باز میکنم و خیلی راحت متوجه میشم. چرا مایکروویو من به برنامه نیاز داره و باید هر ماه اونو آپدیت کنم؟ خب این چه وضعشه؟ داستان چهارم خیلی ایده جالبیه. نویسنده نوشته انتشار فیزیکی رسانه ها. یکی از خاطرات مورد علاقه من انتشار بازی هالوتری در استارتاپ شهر کوچیک من بود. نسخه دیجیتال بازی ها و فیلم ها و بلیط ها یه سری مزایا دارن، ولی دلم برای هیاهوی شب انتشار بازی‌های پرفروش تنگ شده. ممکنه بیشتر از 10 سال باشه، اما من همون احساس قدیمی رو دوست دارم که برای بلیت کنسرت خواننده‌های معروف و یا بازی‌های مهم فوتبال بیرون سالن کنسرت یا استادیوم می‌خوابیدیم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم با این همه پیشرفت علم و جهان جدید مردم دنیا دلتنگ چیزهای ساده و قدیمی مثل این باشن. واقعاً آدمیزاد موجود عجیبیه. داستان پنجم: این واقعاً تکان دهنده است. احساس اجتماع در میان افرادی که واقعاً از نظر فیزیکی در جامعه و در کنار شما هستن. نمیدونم، بعضی موقع‌ها حس می‌کنم پیشرفت تکنولوژی و علم با این سرعت سرسام‌آور فرصت چشیدن طعم واقعی زندگی رو از ما گرفته. داستان ششم: کمی کلاس و احترام توی سیاست وجود داشته باشه. این ایده که رهبران و نمایندگان منتخب ما برای مناصبی که در دست دارن و برای مردمی که اونها رو انتخاب کردن احترام قائل باشن، که البته این از بین رفته. این خیلی عجیبه. احساس میکنم تقریبا تو 10 سال اخیر به مرور دولت مردان و مسئولین اکثر کشورها مردم رو به حال خودشون رها کردن و فقط به فکر منافع شخصی خودشون هستن. داستان هفتم واقعا باور نکردنیه. نویسنده نوشته دلتنگ اینم که کیفیت بر کمیت اولویت داشته باشه. همه چیز زیر سر سود بیشتره. تلویزیون والدینم که احتمالاً قبل از تولد من در سال 1986 خریده بودن هنوز کار میکنه و تازه سال گذشته برای ارتقای تلویزیون به صفحه تخت اونو کنار گذاشتن. اتوی مادرم از دهه 1970 هنوزم کار میکنه. یعنی حدود 44 ساله که داره کار میکنه. واقعا باور نکردنیه که با این همه برندهای معروف دنیا، با این همه پیشرفت تکنولوژی و علم، اونا هم حتی این ایده رو توی ذهنشون دارن که وسیله ها قدیمیش یه چیز دیگه است و عمر بیشتر و کیفیت بالاتری داره. داستان هشتم: آرزوم این بود که ای کاش مسکن ارزان قیمت، احترام به یکدیگر، نامه دادن
مواد غذایی ارزون، اجاره مقرون به صرفه، قیمت‌های مناسب، موزیک ماندگار، معاشرت حضوری و بدون تلفن، اخبار حقیقی، صداقت و انسانیت ناپدید نمی‌شد. میدونی چیه؟ الان که دارم فکر میکنم میبینم ما آدما فارغ از دین و نژاد و مذهب هر جای این کره خاکی که باشیم طرز فکر و ذهنیتمون برای یه زندگی خوب و بدون دغدغه تقریباً تو 95% موارد شبیه به همه. شاید اگه سیاست مرزها رو بین ما نمیکشید دنیا جای قشنگتری میشد. به نظر شما چه چیزی در دهه گذشته ناپدید شده و آرزو میکنید که ای کاش ناپدید نشده بود؟ همه نظراتتون رو میخونم و جواب میدم. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید و ساب یادتون نره. حمایت شما برای ما همه چیزه. تا ویدیو بعدی مراقب خودت باش.